سلام به ایران سوماتیک خوش اومدین. من ساناز اسماعیلی هستم و سالهای زیادیه که تو زمینه رقص، حرکت و بدن پژوهش رو تمرین میکنم. این پادکست از یه دغدغه شخصی شروع شد و در واقع این دغدغه علاقه شدید من به مقوله بدن، حرکت و ارتباطش با جهان درونی و بیرونیمون بوده. به همین سبب تصمیم گرفتم که این مسیر رو جدی‌تر دنبال کنم و حالا اینجا در کنار شما هستم. خب طبعا به عنوان اولین اپیزود ضبط کردن این اپیزود برای من کار سختی بود، چون حس می کردم که خیلی خوب نمیتونم منظورمو برسونم و ممکنه به خاطر موضوعات فنی که خودم بهشون علاقه دارم یه جوری بیام صحبت بکنم که برای سایرین قابل درک نباشه. اما خب تصمیم گرفتم که با در نظر گرفتن یه حد میانه خودم رو قانع کنم و اولین اپیزود رو منتشر کنم و به خودم و مخاطبام این فرصت رو بدم که به تدریج بتونیم به هم دیگه نزدیک بشیم. تو این اپیزود مشخصا ما میخوایم در مورد مقوله بدن صحبت بکنیم و اینکه اصلا چطور میشه به بدن نگاه کرد. زمانی که ما به ماهیت بدن فکر میکنیم دو تا موضوع اصلی عموما به ذهنمون میاد. اینکه بدنها در واقع چی هن و ما به عنوان بدن چه کسی هستیم. فرهنگ لغت خب تعاریف مختلفی برای بدن ارائه میده، اما من ترجیح دادم از این تعریف در مورد بدن که بدن رو به عنوان بخش اصلی هر چیزی، بدنه هر چیزی میدونه، تو اینجا استفاده بکنم. پس اگر این شکلی به بدن نگاه کنیم، بدن میتونه به عنوان مرکز هویت ما باشه. بدن میتونه نحوهی باشه که ما دیگران رو میبینیم، دیگران ما رو میبینن و چطور با هم با این بدن تعامل میکنیم. از منظر بودن بدن به عنوان یه فرایند باید دیده بشه. چرا؟ چون بدن فرایندیه متحرک از حس کردن، نفس کشیدن، اندیشیدن و حرکت کردن. من دوست دارم تو اینجا از دو دیدگاه و در واقع دو اندیشمند و دیدگاه هاشون نسبت به بدن سود ببرم. یکی مرلوپونتی، فیلسوف فرانسویه و از پایه‌گذارای پدیدارشناسی که نگاهی جالبی به بدن ارائه میده، و دیگری بسل وندرکولک هستش. بیایم اول با نگاه مرلوپونتی شروع کنیم. مرلوپونتی بدن رو نه تنها واسطه‌ای برای درک جهان، بلکه راهی برای زیستن و تجربه کردن میبینه. مثلا میگه که وقتی دستتون رو به سمت یه شی دراز میکنین، این عمل صرفاً یه حرکت عضلانی نیست، بلکه بیانگر یه قصد و آگاهیه. بدن شما تو لحظه معنا رو نه از ذهن بلکه از عمل خودش دریافت میکنه. نگاه مرلوپونتی به بدن به نظر من یه جورایی میاد یه وجه فلسفی به بدن میده و باعث میشه که از بدن به عنوان یک موضوع مکانیکی و ابزاری فراتر بره. و تو عمل این یعنی وقتی که به بدنمون گوش میدیم در حال شنیدن یه داستانی که فقط از طریق این موجودیت زیست هست که قابل درکه. از اون طرف بسل وندرکولک، روانپزشک و نویسنده کتاب بسیار تاثیرگذار و جالب، اگر درست بگم، درست ترجمه کنم، بدن امتیازها رو نگه میداره، میاد یه رویکرد عصب شناختی نسبت به بدن ارائه میده. بسل وندرکولک معتقده که بدن ما میاد خاطره ها و تجربه ها رو که ذهن آگاهمون ممکنه اونا رو سرکوب و فراموش کنه حفظ میکنه و هیچ وقت اونها رو یادش نمیره. وندرکولک میاد توضیح میده که بدن از طریق یه سری نشونه های ظریف و بعضن مبهم سعی میکنه با ما صحبت کنه. مثلا تنش توی یه عضله، احساس فشار تو قفسه سینه، بروز بیماری یا حتی تغییر تو الگوهای تنفسیمون که میتونه خودشو به شکل تنفس سطحی نشون بده. وندرکولک معتقده که این نشونه ها اغلب بازتابی از تجربیات گذشته ما، خصوصاً آسیبای روانی هن.
از نظر وندرکوک بدن آگاهی میتونه کمک بکنه که ما این پیغام‌های بدنمون رو رمزگشایی بکنیم و رابطمون رو با گذشته و احساساتمون ترمیم کنیم. از طرفی اعتقاد وندرکوک اینه که این فرآیند درمان فقط زمانی موفقیت آمیزه که فرد بتونه آگاهی خودشو از سر به بدن منتقل کنه. یعنی چی؟ یعنی که ما قراره از افکارمون، از ذهنمون خارج بشیم و به نوعی رجعت به بدنمون داشته باشیم. جالب اینجاییه که بدن آگاهی مفهومی نیستش که ما فکر کنیم توی دهه‌های اخیر شکل گرفته. بدن آگاهی اگر به ریشه هاش بخوایم نگاه بکنیم مفهومیه که تو خیلی از فرهنگ و سنت‌های باستانی هم بوده. مثلا خیلی از تمدن‌های مثل هند، چین، ژاپن به نوعی با موضوع بدن و آگاهی به عنوان یک کل یک پارچه سر و کار داشتن. خیلی از سنت‌های فلسفی و عملی مثل یوگا، تایچی، بودیسم دائما به ارتباط بین ذهن و بدن تاکید می‌کردن. اما جالبه که توی غرب برخلاف شرق ما قرن‌ها یه نگاه دوگانه انگارانه نسبت به ذهن و بدن داریم. مثلا توی فلسفه افلاطون و بعدها دکارت که حتی جمله معروفش که تاکید میکنه من میاندیشم پس هستم، که این جمله در واقع میاد ذهن و مرکز هویت و حقیقت قرار میده و با این دیدگاه بدن رو به یه ابژه فرعی تقلیل میده. این دیدگاه تو سنت‌های مذهبی غربی هم میاد تقویت میشه. یعنی بدن رو به عنوان منبع گناه و ضعف میشناختن و همیشه معتقد بودن که این روحه که جایگاه بالاتری داره. توی دوران قرون وسطی این نگاه به بدن به شدت تحت تاثیر دیدگاه‌های دینی و الهیاتی قرار میگیره و شاهد این هستیم که به خاطر سیطره کلیسای کاتولیک رو تفکر و زندگی روزمره بدن رو بیشتر به عنوان یه ابزار زمینی و فناپذیری میدیدن که صرفاً در خدمت روح جاودان است. توی این جهانبینی بدن اساساً ارزش مستقلی نداره و اهمیتش صرفاً به خاطر نقشیه که توی تعالی روح یا اجرای فرامین الهی داره. از مهمترین ویژگی این دوره تأکیدیه که به رنج کشیدن و مفهوم زهد میشه. تو این دیدگاه بدن نه به عنوان منبع لذت بلکه وسیله‌ایه برای آزمایش و تزکیه روح. تو این دیدگاه رنجای جسمانی به نوعی ارزش معنوی تلقی میشن و ریاضت‌های بدنی مثل روزه‌های سخت، خودزنی یا حتی محرومیت از خواب به عنوان ابزاری برای نزدیکی به خدا میاد مورد تشویق و حمایت قرار میگیره. توی این الهیات مسیحی قرون وسطی همیشه با این دیدگاه مواجهیم که جسم و روح اغلب تو تضاد با هم قرار دارن. یعنی روح میاد به عنوان بخش الهی و جاودانه و اصل وجود انسان به شمار میره، در حالی که بدن نمادی از زمین، مادیات و گناه. این دیدگاه ریشش تو سنت‌های فلسفی یونان خصوصا افلاطونه. یعنی تو دیدگاه افلاطون ما همیشه اینو میبینیم که جسم زندانیه برای روح. حتی اگر ما بیایم به هنر و ادبیات این دوران نگاه کنیم، تجلی این دیدگاه رو هم در هنر و ادبیات میبینیم. ما تصاویر رو میبینیم که بدنها معمولاً تو حالت رنج، مرگ یا نیایش به تصویر کشیده میشن و بدن انسان بیشتر در خدمت خداونده و چیزی که مهمه رستگاری روحه. این دیدگاه باعث میشه که بدن نه به عنوان موجودیتی زیسته و زنده بلکه به عنوان یه ابزار موقت و ناقص در نظر گرفته بشه. این دیدگاه باعث میشه که توجه به احساسات، نیازها و تجربه های بدنی یه موضوع کم اهمیت تلقی بشه و در قبالش این زندگی معنوی و ذهنی باشه که ارزشمند باشه. طبیعیه که این نگاه
باعث شد که تو قرون وسطا بدن آگاهی و این شناخت تجربی از بدن به حاشیه رونده بشه. با این حال این دیدگاه توی دوره رنسانس و بعد از اون میاد به تدریج دستخوش تغییر میشه و نگاه علمی‌تر و تجربه تری به بدن شکل میگیره. توی دوره رنسانس یه نگاه جدیدی به بدن شکل میگیره که کاملا متفاوت از نگاهی بوده که در قرون وسطا رایج بوده. تو این دوران بدن انسان از یه وسیله‌ای که فناپذیره و یا ابزاریه برای تعالی روح به شکل مستقل به عنوان یه موجودیت ارزشمند و شایسته احترام تبدیل میشه. این تغییر نه فقط تغییر توی دیدگاه، بلکه بازتابی بوده از تغییرات بسیار عمیق‌تری تو درک انسان نسبت به خودش که احتمالاً میتونیم ریشه هاش رو از دل انسانگرایی، هنر و علم جستجو بکنیم. بعدن تو دوران رنسانس دیگه زندان برای روح یا واسطه بین انسان و خدا نیست. تو این دوره موضوع سر ارزش‌های انسانی و فردیه و اینجا بدن جایگاه ویژه و زیبا شناختی حتی داره. مثلا اگر آثار لئوناردو داوینچی و میکلانژلو تو این دوران ببینیم، می‌بینیم که تصویر بدن رو با یه دقت بالا و خیره کننده به تصویر میکشن و شاید بشه گفت این ناشی از همون نگاه جدیدیه که شکل گرفته و بدن توی این آثار نه فقط یه ابزار مکانیکی بلکه یه شاهکار هنریه. تو این دوران یه سری تغییرات علمی و پیشرفت‌های علمی رخ میده که کمک میکنه به این تغییر دیدگاه نسبت به بدن. تو این دوران تشریح جسد و یه سری تحقیقات پیشگامانه مثل کارهایی که آندریاس وسالیوس انجام میده باعث میشه که بدن به عنوان یه ساختار دقیق و قابل فهم به نمایش گذاشته بشه. یعنی دیگه اون نگاه رازآلوده و معنوی نسبت به بدن کنار میره و بدن میاد به عنوان یه موضوع علمی و قابل تحلیل تو کانون توجه قرار میگیره. حتی این تغییر دیدگاه میاد آغازگر یه سری تحولات میشه که علم پزشکی رو به سمت مدرنیته سوق میده. اما اون چه که این تغییرها رو عمیق و معنادارتر کرد ارتباطی بود که با فردگرایی داشت. تو دوره رنسانس بدن نه تنها به عنوان یه موضوع زیبا شناختی یا علمی بلکه به عنوان بخشی از هویت فردی دیده شد. این تغییرها با جنبش انسانگرایی کاملا در پیوند بود و این جنبش تأکید جدی روی ارزش‌های انسانی و توانایی‌های فردی داشتش. تو این دیدگاه بدن انسان عنصری بود که تجربه‌های زیسته فرد رو شکل میداد و هویتش رو معنا میکرد. این نگاه طبعاً پیامدهای گسترده‌ای داشت. انسان به تدریج به بدن به عنوان یه بخشی از وجودش که نیازمند توجه، نیازمند درک نگاه میکنه. بدن آگاهی که تو قرون وسطا به حاشیه رونده شده بود دوباره به یه عنصر مهم توی زندگی تبدیل میشه و انسان‌ها از خلال این بازگشت به بدن راهی برای شناخت بهتر خودشون و جهان پیرامونشون پیدا میکنن و به این ترتیبه که نگاه به بدن تو دوره رنسانس نه تنها از قیدهای مذهبی و ابزارگرایانه قرون وسطایی رها میشه بلکه تبدیل به یه واسطه و پل بین هنر، علم و هویت انسانی میشه. این دگردیسی پایه‌گذار رویکردهای مدرنی میشه که حتی تا امروز روی درک ما از بدن و آگاهی بدنمون تاثیر داره. تو قرن 20 این نگاه به بدن وارد مرحله تازه و پیچیده میشه که با تحولات بسیار بزرگی تو حوزه علم، فلسفه، روانشناسی و فرهنگ همراهه. اگه تو دوره رنسانس بدن یه موجود زیبا و موضوع علمه، تو قرن 20 بدن عرصه‌ایه برای تحلیل‌های اجتماعی، روانشناختی و سیاسی. تو این دوران توجه به بدن از
سطح فیزیکی و زیبا شناختی فراتر میره و جنبه‌های هویتی، اجتماعی و فرهنگی اون مورد بررسی قرار میگیره. یکی از تحولات کلیدی این دوره نقش علوم جدید تو تغییر نگاه به بدن بود. ما توی این دوران پیشرفت تو علم پزشکی، ژنتیک و علوم اعصاب داریم که منجر میشه انسان به درک بهتری از عملکردهای بدنش برسه و این انسان رو به این دیدگاه میرسونه که بدن و ذهن به شدت با هم دیگه در ارتباطن و ما نمیتونیم اونها رو از هم جدا کنیم. مثلا کشفایی مثل نقش هورمونا، نقش سیستم عصبی و تاثیرایی که رو سلامت دارن باعث میشه که به این نتیجه برسیم که این بدن نه صرفا یه ساختار مکانیکی بلکه یه سیستم پویا و چند بعدیه که دائما بر هم تاثیر میذارن و از هم تاثیر میپذیرن. در کنار علم خب روانشناسی هم حتی نقش بسیار کلیدی تو شکل دهی این نگاه تازه به بدن داره. نظریه فروید و روانکاوی بدن رو به عنوان میدان تجربه‌های ناخودآگاه و عرصه‌ای برای بیان سرکوب‌های روانی مطرح میکنه. بدن دیگه اینجا فقط فیزیک نیست، بلکه تبدیل به زبان ناخودآگاه انسان شده. مثلا تنش بدنی یا علائم بیماری‌های روانتنی بازتابی از تعارضات درونی و قسمت ناخودآگاه هستند. بعدتر می‌بینیم که روانشناسایی مثل ویلهلم رایش، کارل راجرز میان این نگاه توسعه میدن و به اهمیت بدن آگاهی و ارتباط عمیقش با موضوع سلامت روان تاکید میکنن. اما تو سطح اجتماعی و فرهنگی بدن موضوعیه برای بررسی قدرت، سیاست و هویت. من اینجا اشاره میکنم به اندیشه های میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی که تو آثارش بدن رو به عنوان محلی برای اعمال قدرت و کنترل اجتماعی تحلیل میکنه و نشون میده که چطور نهادهای اجتماعی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و زندان بدن رو از طریق مقررات و هنجارها کنترل میکنه. فوکو معتقده که بدن فقط یه موجودیت فردی نیست، بلکه محصولی از این گفتمان‌های اجتماعی و تاریخیه. تو همین حین شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی مثل جنبش‌های هویتی و جنبش‌های حقوق زنان میاد دقیقاً بدن رو در مرکز توجه قرار میده. بدن توی این جنبش‌ها محلیه برای اعتراض، باز تعریف هویت و آزادی. ما شاهد این هستیم که زنان بر حق انتخاب خودشون بر بدنشون تاکید میکنن و این نگاه که بدن ابزاریه برای کنترل اجتماعی به این واسطه به چالش کشیده میشه. از طرفی تو این دوران ما با رشد فرهنگ مصرفگرایی هم مواجهیم و این فرهنگ بدن رو تبدیل به یه نماد زیبایی شناختی میکنه که به شدت تحت تاثیر معیارهای اجتماعی، رسانه‌ها و صنعت مد قرار داره. پس میبینیم که تو قرن 20 بدن دائما در حال بازتعریف و تحلیله. این بازنگری‌ها نشون میده که این بدن دیگه موجود فیزیکی نیست، اگرچه که الزاماً نگاه‌های شکل گرفته مثل نگاه مصرفگرایی نگاه‌های مثبت و به سود بدنی نیستن. اما میبینیم که یک موجی شکل گرفته که این بدن دائما در کانون توجهه. در واقع بدن به عرصه‌ای تبدیل شده که تو اون هویت فردی و اجتماعی به شکل پیچیده‌ای در هم تنیده میشه. شاید بد نباشه اینجا به نقش کنشگرانه بدن اشاره کنم. در واقع نگاه به بدن به عنوان یه محصول زیستی و مکانیکی صرف میاد به تدریج جاشو به این دیدگاه میده که این بدن نقش فعالی تو حوزه قدرت، سیاست و ساختارهای اجتماعی داره. پس این بدن واسطه ایه برای درک و تحلیل پدیده‌های اجتماعی و تاریخی. تو این چارچوب
بدن تبدیل به کانونی میشه که نیروهای فردی و جمعی میان این بین تلاقی میکنن و همزمان اون رو باز تعریف میکنن. به طور کل بدن و بدن آگاهی تو دوران معاصر به یه مفهوم کلیدی تو خیلی از حوزه‌ها تبدیل شده، از رواندرمانی گرفته تا آموزش‌های خودشناسی تا هنرهای اجرایی و ورزش. و این مفاهیم دائما در حال شکل دادن به دیدگاه‌های جدید نسبت به بدن هستن. شاید بشه گفتش که این به نوعی یک نوع مکانیسم جبرانی نسبت به سالها و قرنها سلطه ایدئولوژی‌های ذهن محور. با این حال این تغییر دیدگاه نسبت به بدن با چالش‌هایی هم مواجهه و از مهمترین مشکلایی که تو دوران فعلی باهاش مواجهیم تجاری سازی این مفاهیمه. تو سالهای اخیر بدن آگاهی تو بسیاری از موارد تبدیل به محصول مصرفی شده که میاد تو قالب دوره ها، اپلیکیشن ها و سایر تکنیک های مد روز عرضه میشه. این رویکرد تجاری انقدر ساده سازی شده و سطحیه که نه تنها منجر به نزدیکی بیشتر ما به بدنمون نمیشه، بلکه میتونه خودش نقش یه عامل بازدارنده رو ایفا کنه. مثلا دوره‌های تعریف میشه که تحت عنوان اون شما قراره که با چند تکنیک تنفسی سریعاً اضطرابتون رو کاهش بدید. سریعاً تمام مشکلاتتون رو حل کنید. و نکته جالب همه اونها دقیقاً تأکید بر همین سریع بودن است. طبیعیه که تو چنین فضایی وظیفه ما اینه که از ساده سازی افراطی یا استفاده ابزاری از این مفهوم بیایم فراتر بریم و بدن آگاهی رو به عنوان ابزاری برای بازنگری در رابطه با خودمون، دیگران و جهان به کار ببریم. بازگشت به بدن اگه با آگاهی همراه باشه میتونه در طول زمان، اون هم نه در یه نسخه سریع، منجر به تحولای پایداری تو نحوه زیستن و تجربه کردن جهان باشه و ما قرار نیست که به واسطه بدن آگاهی در درون خودمون محصور شیم، بلکه ما قراره که به بدن رجعت کنیم برای اینکه بتونیم در جهان بیرونمون کنشگر باشیم. پایان این گفتگو فرصتیه برای تأمل بیشتر روی این پرسش که چطور میتونیم از بدن آگاهی فراتر از یه تمرین روزمره استفاده کنیم و اون رو تبدیل به عنصری بکنیم برای شناخت عمیق‌تر خودمون و زندگی. طبیعیه که پاسخی که هر کس برای خودش پیدا میکنه با فرد دیگه ممکنه متفاوت باشه، اما اون چیزی که اهمیت داره آغاز این فراینده و ادامه دادن اون به عنوان مسیری پویا و مداوم. از همراهیتون تا این لحظه ممنونم و امیدوارم که پایان این بحث آغازی باشه برای پرسش‌های تازه‌تر و درک عمیق‌تر از مفهوم بدن و بدن آگاهی. شاد و سلامت باشید.